بریم راجع محتوای سی صحبت کنیم. این ماجیکه چیه؟ تله یک حمله سایبری. اسلاید شماره 24. آقای نادر گفتن ریسورس هست تو اینترنت. حالا نمیدونم راجع چه ریسورسی صحبت کردی. خیلی خوب، نگاه کنیم. یه سازمانی، حالا یه شرکتی بوده، حالا یه شرکتی بوده که شرکت ایکس تقریبا 469 تا پرسنل داشته، یعنی 469 تا ایمیل سازمانی. مدیر عاملش آقای دکتر ایکس گفت آقا بیاین ببینیم ما امنیتمون تو چه لولیه، ما می‌خوایم سرویس امنیت هم بدیم، برام مهمه. اون موقع مثلا سال 95 96 گفت 14 میلیارد تومان می‌خوام اینوست کنم، سرمایه می‌ذارم تو حوزه امنیت. خیلی خوب، یه قرارداد مالی بستیم، در قبال یه قرارداد یه عددی بریم ارزیابی انجام بدیم. 469 تا ایمیل سازمانی داشتن، یعنی 469 تا پرسنل. با یه سرچ ساده ما دیدیم از این 469 تا ایمیل سازمانی اون مؤسسه، اون کمپانی، اون شرکت، به 163 تا اکانت رسیدیم که تو سایت‌های غیر از اون وبسایت ثبت نام کرده بودن. حالا میخواد سایت داخلی باشه یا خارجی، سایت محتوای مناسب داشته باشه، محتوای فیلتر شده. مثلا تو سایت فیسبوک، تو سایت دیوار، تو دیجیکالا، تو هر سایتی به غیر از سایت کسب و کار اون سازمان، یوزرها رفتن ثبت نام کردن. توی پرانتز قدیم بهش میگفتن گوگل هکینگ، امروزه با یه اپروچ بیشتری بهش میگیم اوسین، جمع‌آوری اطلاعات هوشمند. با یه سرچ ساده تخصصی تونستیم از اون 469 تا کاربر سازمان که 469 تا ایمیل داشتن به 163 تا کاربر برسیم که ایمیلاشون رفتن تو سایت‌های دیگه ثبت نام کردن. مثلا طرف ایمیلش مثلا مریم @، جهاد دانشگاهی شریف داتای آره، دیدیم مریم @ جهاد دانشگاهی شریف داتای آر رفت تو سایت توییتر، رفت تو سایت دیجیکالا ثبت نام کرده. نقض اول این تخطی اول. اون سازمان نیومده وقتی پرسنل رو استخدام میکنه بهشون NDA SLA بده، بگه آقا شما که استخدام میشی باید از این ایمیلی که در اختیارت میذارین صرفا در جهت کسب و کار سازمان ولا غیر استفاده کنی، یعنی فقط در جهت کسب و کار جهاد دانشگاهی شریف، نه تو سایت دیگه با ایمیل سازمانی ثبت نام کنی فایل شخصی بفرستی. نقض اول. خب آقا نقض اول خیلی مهم نیست، سخت نگیریم. چرا خیلی باید سخت بگیریم؟ چرا؟ یه ذره عمق سرچمون رو بیشتر کردن، دیدیم برای مثال، برای اینکه قابل لمس باشه، دیدیم مثلا از این 163 نفر ایمیل سازمانی جهاد دانشگاهی شریف که رفتن تو سایت مثلا توییتر ثبت نام کردن، تو سایت توییتر نگاه کردیم تو بازه مثلا سال 2009 برج مثلا سپتامبر شهریورش یه حمله سایبری رخ داده، یه سری دیتا لیک شده، یه سری اکانت و پسوردش. توی پرانتز یه فلاش بک بزنم. من از این سازمان چی گرفتم؟ من یه ایمیل قهرود گرفتم، مثلا قهرود جهاد دانشگاهی شریف با پسورد خودم، به علاوه لیست ایمیل های کاربران سازمان. همین یه سرچ ساده کردیم، دیدیم از اون ایمیل هایی که ما دادن 163 تا ایمیل تو سایت دیگه ثبت نام کردن. نقض اول. یه سرچ عمیق‌تر کردیم، دیدیم از این 163 نفر که مثلا تو سایت توییتر ثبت نام کردن به 20 اکانت رسیدیم که پسوردش تو اینترنت وجود داشت. یعنی چی؟ یعنی این، یعنی مریم مثلا جهاد دانشگاهی شریف .ir اکانت میل جهاد دانشگاهیش بوده، مثلا برای قابل لمس باشه پسوردش 1 تا 6 بوده. الان اهمیت 1 تا 6 پسورد قوی یا ضعیفی مهم نیست، مثال دارم میذارم. سرچ کردیم دیدیم مریم تو توییتر هم ثبت نام کرده، ایشون سال 2009 هم ثبت نام کرده بوده، تو همون سال هم حمله سایبری تو توییتر رخ داده بوده، دیتابیسش لیک شده بوده. همون پسورد 1 تا 6 که واسه ایمیل جهاد دانشگاهی ست کرده بوده، همون پسورد هم رو توییتر ست کرده. یعنی با یه سرچ ساده کمتر از فکر کنم 7 8 ساعت من رسیدم پسورد مریم، اومدم مریم @ جهاد دانشگاهی شریف زدم، پسوردم زدم، وارد شدم. حالا مریم کی بوده؟ مثلا مدیر GRC، مدیر استانداردهای امنیت جهاد دانشگاهی شریف. چقدر ایمیل محرمانه با یه سرچ ساده. خیلی خوب، بریم راجع به اسلاید به صحبت کنیم. یعنی چی حالا؟ پس من با یه سرچ ساده رسیدم به 20 اکانت از 469 تا اکانت که پسوردش لیک شده بود. چقدر فاجعه. اسلاید 25 نه، اسلاید 26. من اومدم چیکار کردم؟ اومدم به غیر از این که یه سری پسورد رو به دست آوردم، گفتم یه حمله سایبری سیمیلیتور انجام بدم ببینم اصلا تو چه لولی هست آگاهی رسانی امنیت توی سازمان. ایمیل من چی بوده؟ قهرود جهاد دانشگاهی شریف. پسوردم چی بوده؟ 1 تا 6. مثلا من 469 رو گرد میکنیم، میگه 500 تا اکانتم ایمیلش رو داشتن، نه پسوردا رو. چون ایمیل سرور سازمان هاردن نشده بود
بر مبنای لغت واژه افسر ریاست جمهوری مقاوم نشده بود، چه اتفاقی افتاد؟ من به راحتی تونستم خودمو به جای ایمیل آیتی اون کمپانی جعل کنم. یعنی چی؟ یعنی ایمیل من قهرود اصلا جهت دانشگاهی بوده، پسوردم 1 تا 6 بوده. چون ایمیل سرور سازمان بر مبنای پروتکل اولیه بوده و رمزنگاری دوش انجام نشده بوده و هاردور نشده بوده، به راحتی تونستم به جای واحد آیتی جهت دانشگاه شریف که ایمیلش مثلا آیتی @جهت دانشگاه شریف به پرسنل 500 تا دیگه ایمیل بزنم. من چی داشتم؟ یوزر قهرودو، پسورد قهرودو. من پسورد ایمیل آیتی اون سازمان رو نداشتم، چون ایمیل سرور سازمان امن نبود. از تکنیک اسپوفینگ و جعل استفاده کردم. دوست دارین علاقه من راجع به این بخونید، بعد تو دوره‌های CEH ورژن 11 به روز دوره هکر قانونمند مؤسسه سیکانسی شرکت کنید. حالا چه سلف استادی خودتون میخونید، چه آموزشگاهی که مد نظرتون میبینید اپلای میکنید میخونید. خب من اومدم چیکار کردم؟ به جای ایمیل آیتی جعل کردم. چیکار کردم؟ به جای ایمیل آیتی به 500 نفر پرسنل ایمیل زدم. چه ایمیلی؟ محتوا به شکل اسلاید شماره 27 میبینید. یه محتوایی آماده کردم، آقا برای اینکه پسورد عوض کنی مشکل داشتم، بیا رو کلیک کن رو چنج پسورد عوض کن. اگر این حمله سایبری واقعی بود چه اتفاقی میافتاد؟ طرف کلیک میکرد رو چنج پسورد و میتونستم بر افزار نصب کنم. یعنی پتانسیل نصب بر افزار رو داشتم. یا حتی یه کار دیگه بکنم. ببخشید، هر کسی رو چنج پسورد کلیک کنه یه وبسایتی مثل وبسایت جهت دانشگاه شریف باز بشه، میاد میگه پسورد کارنت استیت و پسورد الان تو بزن تو ویندوی خالی اول، تو 2 تا ویندوی خالی بعدی بیا پسوردی که مورد علاقت رو بزن. هر کسی این 3 تا رو میزنه، پسورد الانش و پسوردی که میخواد عوض کنه رو بزنه، اینتر رو بزنه، به راحتی پسورد تو جیب هکره، تو جیب اون اینترودره. حالا ما سیمولیت کردیم، هر کسی رو چنج پسورد کلیک میکرد سمت راست یه بنر باز میشد، میگفت تو فیش شدی. فیش به معنی ماهیه، تو حوزه امنیت فیشینگ با PH نوشته میشه، یعنی تو به قلاب ماهیگیری هکر گیر کردی. حالا فکر کنید واقعا حمله سایبری واقعی بود. به 500 تا پرسنل لینک فرستادم، هر کی رو چنج پسورد کلیک میکرد این پتانسیل وجود داشت که من رو سیستمش انواع اقسام بدافزار نصب کنم. یا حتی رو چنج پسورد کلیک کرد بدافزار نصب شد، یه وبسایتی هم لود بشه، بیام میگم پسورد رو بزن، پسورد مد نظری که میخوای ست کنی جدیدن بزن. به راحتی پسورد 500 اکانت داشتم با یه حمله سایبری که زیر 10 ساعت من محتواش آماده کردم. بریم اسلاید بعدی نگاه کنیم، شماره 28. کی من این تست رو انجام دادم؟ 1:36 بامداد 17 سپتامبر تقریبا ماه شهریور سال 2017، 3 سال پیش. الان 99 تقریبا 96. من اومدم رو 76 نفر کلیک نکردن، 14 نفر کلیک کردن، تقریبا رو 90 نفر رو 90 ایمیل سازمانی این تست رو انجام دادم. تو ساعت‌های اولیه 14 نفر کلیک کردن، یعنی 16%. فاجعه. فکر کنم یه 3-4 دقیقه گذشت کلیک شد رو 17 نفر، یعنی 19%. یعنی اگه من می‌داشتم یه هفته این آمار رو می‌گرفتم، اگه اشتباه نکنم اگزاجره قرار کرده باشم، رو 90 نفر 85 نفر 86 نفر نزدیک 90 نفر رو لینک آله کلیک می‌کردن و این یعنی فاجعه. حالا اون سازمان حتی شاهزاده امنیت کمپانی گوگل، مرور گوگل کروم، خانم پریسا کیرانی هستن، مشاور امنیتش بود. حتی ما تحریف نبودیم، بهترین سرویس‌های امنیت رو با بهترین ابزارهای بروز از تمام کمپانی‌ها می‌گرفتیم، ولی به راحتی تونستیم چیکار کنیم؟ تمام کنترل امنیتی سازمان رو دور بزنیم. پس چقدر دوره CSU مؤسسه سیکانسیل یا همون دوره اکفای ریاست جمهوری امنیت کاربران اطلاعات مهمه. اگه کاربرا آگاه بودن که آقا اون سازمان جهت دانشگاه شریف فارسی با هم چت میکنن، انگلیسی که چت نمیکنن، کلاس زبان که نرفتن، فرهنگ سازمانیشون چیه، کالچرش محتوای فارسیه، چرا ایمیل انگلیسی زده؟ و اصلا چرا من باید چنج پسورد کنم؟ تلفن رو بردارم به دپارتمان آیتی زنگ بزنم، آقا شما چه ایمیلی زدی؟ اگر این نکات امنیتی میدونستن، نرخ کلیک کردن به شدت کم میشد. این یک نمونه حمله سایبریه، نمیشه گفت پیش پا افتاده، ولی به شدت خطرناک از نوع فیشینگی. حالا به اون سازمان فیدبک چی بود؟ یه سری راهکارها. راهکار کوتاه مدت چیه؟ یعنی با هزینه کم 1-2 هفته جمع میشه. راهکار کوتاه مدت اینه که آقا اون مسئول امنیتی که واسه امنیت ایمیل سرورشون خریداری کرده واسه کمپانی سیمنتک رو باید تیون، یعنی تنظیمات درست انجام بشه. دیگه چی؟ کاربرا تو دوره CSU مؤسسه سیکانسیل، همون دوره اکوای ریاست جمهوری امنیت کاربری فرآیند اطلاعات بشینن
و دیگه چی؟ یه افزونه رو آتلیکو ست کنیم، اگر ایمیل مشکوکی اومد رو اون افزونه کلیک کنن، اون ایمیل واسه دپارتمان امنیت بره که مهندسی معکوس کنم که این ایمیل از کجا اومده. راهکار میان مدت چیه؟ مقاوم سازی ساختار ایمیل سازمانی سازمان. اون سرورش رو از نظر سرویس و سرور و سیستم عامل باید امن کنیم بر اساس استانداردهای امنیت و واسطه سری ابزار امنیتی، حالا چه مکمل چه کامرشال. راهکار بلند مدت چیه؟ راهکار کوتاه مدت یعنی هزینه کم 1-2 هفته. راهکار میان مدت یعنی 1-2 ماهی هزینه متوسط. راهکار بلند مدت یعنی دراز مدت. باید سرچ کنیم که با توجه به سرویس ما باید سمت کدوم استاندارد امنیت بریم و از چه ابزاری استفاده کنیم که همپوشانی داشته باشه نسبت به تهدید و آسیب پذیری ما. حالا اسلاید شماره 31 راجع به CSU صحبت کرده، اسلاید شماره 32 مقدمات دوره CSU رو گفته. حالا از این موضوع بگذریم که دوره CSU مال مؤسسه ایسی کانسیل، همون دوره‌ای که دوره CET سرتیفاید اتیکال هکر رو برگزار میکنه که اگه تو لینک توی وبینار گذاشتم کلیک کنید از بچه 13 ساله میتونه تو این دوره شرکت کنه. حالا از این موضوع بگذریم که محتواشو بعدا میتونید مطالعه کنید، چیز خاصی نداره. اسلاید شماره 36 اومده سرفصل دوره CSU رو گذاشته. شما حتی میتونید محتوای اینو بخونید برای اطرافیانتون به اشتراک بذارید. من توی لینکدینم اسلایدهای اصلی و انگلیسی مؤسسه ایسی کانسیل رو اومدم خلاصه و فارسی ترجمه کردم گذاشتم، میتونید برید دانلود کنید و بدین آدمای دور و برتون به عنوان مسائل اجتماعی بخونن که هر کسی داره از گوشیش، هر کسی داره استفاده میکنه این نکات رو رعایت کنه. حالا نکات راجع مقدمه امنیت، مراحل امن‌سازی سیستم عامل، راجع بدافزارها و آنتی ویروس صحبت میشه، امنیت تو اینترنت صحبت میشه. آقا تو سایتایی که HTTPS نیستن ثبت نام نکنیم. مثلا طرف میاد پلیس فتا میاد میگه آقا پول منو خوردن، میگم آقا کدوم سایت رفتی خرید کردی؟ میگه همین سایتی که سازمان سازی ما میاد میگه سایت HTTPS دار، سایتی که از پروتکل HTTPS استفاده میکنه، یعنی سرتیفیکت SSL داره، یعنی ترافیک من تا وبسایت دیجیکالا که با HTTPS باز میشه توی لولیپولیکا رمز میشه. ربطی به این نداره که اون سایت قابل اعتمادیه. سایت فروش مواد مخدر و اسلحه هم ممکنه با HTTPS باز بشه. ترافیک قهر به کامپیوتر نشیده تو خونهشون تا اون سایت رمزنگاری میشه. همین از این نظر از رمزنگاری مهمه. هر سایتی که HTTPS داره که قابل اعتماد نیست. راجع این موضوعات صحبت میشه. بحث امنیت شبکه‌های اجتماعی صحبت میشه، امنیت ایمیل، امنیت تلفن همراه، امنیت فضای ابری، امنیت ارتباطات و گرفتن نسخه پشتیبان. راجع این مقولات صحبت میشه که اصلا اهمیتی نداره آدمایی که این دوره رو شرکت میکنن حتما آیتی خونده باشن. هر کسی به کامپیوتر داره کار میکنه، هر کسی داره به گوشی کار میکنه و میره تو اینترنت، بعد محتوای اینو به زبون خودش براش بیان کنیم که به عنوان پوینت‌های امنیتی در نظر بگیره و ریسک حملات سایبری کمتر بشه. اینم سرفصل استانداردشه، صفحه 37 لینک مرجع گذاشته شده که راجع کدوم سرفصل تو دوره CSU صحبت میشه. دوره CSU واسه همه مناسبه، به خصوص واسه سازمان‌ها که سازمان‌های دولتی و درجه حیاتی حتما الزام از رفتار ریاست جمهوری تو این دوره شرکت کنن. اسلاید شماره 38 همه تصویریه که حالا ذره سانسور شده. عرضم به حضورتون اون کسی که داره هوار میزنه لباس زردون وسط پاپیون داره مرده میاد میگه آقا من فایروال دارم، آنتی ویروس دارم، رمزنگاری میکنم، مشاور امنیت دارم. اون گوشه اون خانومه میگه من امنیت دیتا هستم. سمت راست اون آدمی که لباس قرمز تنشه میگه هیومن ارور، خطای انسانی. خطای انسانی منجر میشه به این که هر هزینه، هر مشاوری، هر کارشناس، هر ابزار امنیتی که من دارم فیل بشه، بایپاس بشه، اثر بخش نباشه و با خطای انسانی چی میشه؟ امنیت دور میخوره. مثل همین حمله سایبری سیمولیت شده که من گفتم به واسطه خطای انسانی ما تمام کنترل امنیتی دور زدیم. به واسطه جعل ایمیل آیتی و ارسال ایمیل فیشینگ طرف روی لینک کلیک کرد و به راحتی تونستیم امنیت دور بزنیم. خب